میخوای شیرینی خوشبافت و خوشمزه مثل این درست کنی؟ اسم این شیرینی هست کاکای کدو حلوایی. یک کدو حلوایی نسبتاً کوچیک رو میگیریم، خردش میکنیم و بعد با یک لیوان آب میذاریم بپزه و وقتی خوب آبش کشیده شد اون رو با چنگال پورش میکنیم. 3 عدد تخم مرغ رو همراه با 1/2 لیوان شکر و یه مقداری وانیل هم میزنیم تا سفید رنگ بشه. میتونین از همزنم استفاده کنید و بعد 1/2 لیوان شیر و 3/4 لیوان روغن رو بهش اضافه میکنیم و 1 لیوان پوره کدو رو هم به داخلش میریزیم و مقداری دارچین و پودر هل هم بهش اضافه میکنیم و در آخر 1 لیوان آردی رو که قبلا الکش کردیم اون رو بهش اضافه میکنیم و هم میزنیم. حالا داخل تابه مقداری روغن میریزیم و با قاشق یا ملاقه کاکا رو داخلش میریزیم. شما میتونین حتی این مواد رو داخل قالب کیک ریخته و داخل فر یا روی گاز درستش کنین. امیدوارم درستش کنین و لذت ببرین.